البته در حق پدر مادر سخن کردیم، لیکن خاص در حق مادران یک حدیثی پیامبر صلی الله علیه و سلم است که شخصی میبیاد میگه یا رسول الله بر کی نیکی کنم؟ پیامبرمون میگن بر مادرت. 3 مرتبه تکرار میکند، مادر ذکر میکند و بار چهارم میگن که بعد پدرت به نیکی کن. یعنی علما میگن که شارحان حدیث 3 مرحله حیات هست که مشقت همون به پدر شریک نیست. در حال حامله داری، در وقت تولد، در وقت شیر دادن. 3 مرحله حیات است. بنابر همین قدر و منزلتی درجات مادر باز همین قدر بالا برداشتگی. البته این صحبتی بسیار مفید بود. خلاصه فکر من این است که ما امروز توانیم که جوانان ها و درک کننده تانیم که خدمت بر پدر و مادر این نوعی از عبادت است. یک. دویمش مقصد حیات چی است؟ خداوند راضی کردن. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن رضاگی الله در رضاگی پدر و مادر است، غضب الله در غضب پدر و مادر است. خداوند همه فرزندای راه راست به هدایت کند.